نشریه امکا چوپ مسکو خبر داد که شب چهارشنبه 26 اپریل سال 2023 در یک زنوزنی گروهی در نویه سونتسو در غرب مسکو سه شهروند تاجیکستان زخمی کرد برداشتند. بنا به اطلاع نشریه شب 26 اپریل تقریبا ساعت 22:00 دقیقه در نزد یک خوابگاه در کوچه 50 سالگی اکتبر دو گروه مهاجران از تاجیکستان به دلیل هنوز نامعلوم زنوزنی کردند و در نتیجه سه جوان 20-25 ساله را با زخم‌های کرد از جای حادثه به بیمارستان بردند. گفته می‌شود جستجوی جنایتکاران ادامه دارد. در همین حال در خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی شهر مسکو به پایگاه خبری موست لنتا گفتند که اطلاع درباره چنین یک زنوزنی در غرب پایتخت روسیه هنوز به دست آنها نرسیده است. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که علاقه بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.